میخوای قضیه دودود مدودو بگم؟ آقا یه یارو بوده زبونش میگرفته میره داروخونه میگه دودود مدود دارید؟ یارو میگه چی؟ میگه دودود مدود. میگه چیه؟ میگه همون که دهده بوده میدوننش. میگه والا من نمیفهمم چی میگی، بذار همکارمو صدا کنم ببینم میفهمه چی میگه. همکارش میاد میگه چی میخوای آقا؟ میگه دودود مدود. میگه دودود مدود چیه؟ میگه همون که دهده بوده میدوننش. میگه چی؟ میگه همون که دهده بوده میدوننش. میگه والا منم نمیفهمم چی میگی، بذار بگم رئیس داروخونه بیاد اون دیگه همه داروها رو میشناسه. ازم به حضورتون که رئیس داروخونه میاد میگه چی میخوای عمو جون؟ میگه دودود مدود. میگه دودود مدود چیه؟ میگه همون که دهده بوده میدوننه. میگه والا من نمیفهمم چی میگی، بذار یه کارمندی دارم توی آبدارخونه عین خودت حرف میزنه، اینو بیارم شاید این بفهمه چی میگه. یارو میاد میگه تی میدای، میگه دودود مدود. میگه دنده میدای، میگه دوتا. میره اون پشت دستگاه یه چیزی میاره میده، یارو میره. رئیس داروخونه میاد به کارمندش میگه آقا این چی میخواست بگو لااقل دفعه اومد ما بدونیم چیه، تو نبودی بهش بدیم بنده خدا. میگه دودود مدود. میگه دودود مدود چیه؟ میگه همون که دهده بوده میدونم. میگه من که نمیفهمم چی میگی، برو فردا بیار ببینم چیه ایلام هستم. میگه نداریم دود دادیم دادم بود.